آیا قرآن فعلی که همان نسخه حفظ از آقای عاصم است روایت که حفظ گفته رو اینا میگن آقای هم مطابق با اونه قبول. این روایتی که آقای حفظ که 100 و چند سال بعد از مرگ پیامبر 200 نزدیک 200 سال بعد از مرگ پیامبرشون این روایت رو کرده از کی؟ از یه بابایی که 40-50 سال قبل خودش بوده به نام عاصم. روایت این کتاب قرآن فوقش یک سلسله روایاته. کجا کلام خداست؟ قرآن فعلی سلسله روایته. الان شما قرآن تو واکن نوشته روایته، نه نوشته کلام خداست. همین قرآن بچه واکنید الان قرآنتونو چاپ جمهوری اسلامی، کتاب قرآن چاپ جمهوری اسلامی واکن تش میگه این روایت هست، نه نوشته این کلام خداست. عزیزم میشه بگی دقیقاً کجا رو داری میزنی؟ قربونت برم، روایت حفظ از عاصم در مورد قرائت قرآنه. اصلا درستش اینه روایت قرائت حفظ از عاصم. خب ما 7 قرائت داریم، یکیش که مشهوره قرائت حفظه. خب زبون عربی زبون پیچیده یه، اگه یه فتحه، کسره، ضمه، تشدید جابجا بشه میبینی معنی کلمه کلا تغییر میکنه. حفظ که نیومده بگه آقا اینی که من آوردم قرآنه، یه سری کلمات جدیدو که ابدا نکرده، گفته آقا من یه سری روایت دارم که مطابق با این روایات پیغمبر اینجوری این کلمات رو، همون کلماتی که به پیغمبر وحی شده در قالب قرآن اینجوری ادا میکرده، کلماتو اینجوری تلفظ میکرده، با این حرکات قرائت میکرده. در مورد اینه، در مورد قرائت، در مورد اصل کلماتی که تو قرآن هست که نیست. من خواهش میکنم عقلتون رو دست این دانشمندان ندید.